لول اپش کنین که مثلا سکاتون کمتر بشه و پروفیتتون هم خیلی بالاتر بره، کارت ها رو بررسی کنین ببینین که کدوم بیشترین سود رو بهتون میده. این کارت هایی که اینجا بهتون نشون میدم توی بخش لیگل سود خوبی میتونه بهتون بده، کارت های بخش اسپشیال میتونه سود خوبی بهتون بده. حالا کارت های دیگر هم بررسی کنین ببینین در ازای اون مبلغی که پرداخت میکنین برای هر بار یعنی روش بزنین ببینین مثلا من این دفعه باید 399,000 تا باید بدم و این مقدار کوین در ساعت بهم میده. و پروفیت هم که دریافت میکنین هر 3 ساعت یه بار باید برداشت بزنین، یعنی فقط 3 ساعت براتون محاسبه میشه. اگه نیاین و سر نزنین توی ربات دیگه بعد ساعت 3 از ساعت 4 و 5 و 6 دیگه هیچ سودی بهتون تعلق پیدا نمیکنه. حتما باید هر 3 ساعت یه بار سر بزنین و اون سودی که تو حسابتون جمع شده رو برداشت بزنین. به این قضیه هم توجه داشته باشین. صرافی که این بالا انتخاب میکنین هیچ